خودانگیخته بودن یا فی‌البداهه حرکت کردن، در انگلیسی واژه اسپانتینیتی معادلش هست. یعنی اینکه هر کاری رو که میکنی خودت رو مجبور نکن از قبل یک برنامه‌ای نریز که حتما باید به این شکل حرکت بکنم. تا حد ممکن تمام کارها رو با تمام وجودت انجام بده. اگر از راه رفتن لذت میبری عالی. اما اگر ناگهان احساس کردی که دیگه میلی به حرکت نداری، فوراً بشین. حتی یک قدم هم برخلاف میل درونت بر ندار. این یعنی فی‌البداهه بودن. قرار نیست چون میخواستی راه بری پس باید حتما راه بری و به خودت زجر بدی. هر چی پیش میاد بپذیر و از اون لذت ببر. هیچ کاری رو به زور انجام نده. اگر حس حرف زدن داری حرف بزن. ولی اگر احساس سکوت اومد ساکت باش. فقط با احساس درونت حرکت کن. حتی برای یک لحظه هم خودتو مجبور نکن، چون همین اجباره که باعث وجود دوگانگی در درون تو میشه و مشکل تو از همون جاست که شروع میشه. وقتی درونت دو پاره میشه، تمام زندگی تو به دو بخش تقسیم میشه. تمام بشریت تقریباً دچار نوعی دوگانگی ذهنی یا همون اسکیزوفرنیا شده. چون به ما یاد دادن که خودمون رو مجبور کنیم. اون بخشی از وجودت که میخواد بخنده و اون بخشی که اجازه خنده نمیده از هم جدا شدن. و تو دو شقه شدی. درونت یکی شده زورگو و فرمانده و اون یکی شده برده و فرمان بردار و در نتیجه تضاد به وجود اومده. شکافی که از این تضاد به وجود میاد میتونه روز به روز بزرگتر و عمیق‌تر بشه. پس مسئله اینه که چجوری این شکاف رو پر کنیم و دیگه در ایجاد اون سعی نکنیم. با اسپانتینیتی، با فی‌البداهه بودن، با پیروی از درون خودت. توی ذهن یه جمله خیلی قشنگی وجود داره. میگه وقتی نشسته ای فقط بنشین. وقتی راه میروی فقط راه برو. و از همه مهمتر به پا تلو نخوری. درود.